خب داشتی سختیاشو میگفتی، سختیاشو گفتی، یه چیزی گفتی یه نکته، یه چیزی بود میخواستی بگی. این سرما و گرماش توی فضای آها. باز مسلما خیلی تاثیر داره. شما نمیتونید، یعنی مخصوصا اون تایم به نظر من خیلی نسبت به الان نوسان آب و هوایی داشتیم و سرماش واقعا سرمای عجیبی بود. و بعد که منتقل شدیم یه جای دیگه ای که سقف نداشت، اونجا من احساس کردم سرما و گرمایی که الان صحبتش کردیم چقدر بعد این میتونه سختیه، تاثیر حالا بذاره. سختی کارت بود، سختی سرماگرماش بود، سختی شهرداریش بود، اینا باعث نمیشد که مثلا تو مایوس بشی یا بیخیال بشی یا بگی ای بابا برگردم همون پیش برادرم، یا حتی ممکنه خانواده یا ممکنه خود برادر بگه ای بابا بیا پاش ول کردی رفتی دنبال کار، برگرد بیا دوباره پیش من. خانواده اینا رو میگفتن یا برادرت؟ گفتنشو خب پیش میومد، این اتفاق میافتاد، ولی من خودم مصرانه کار رو داشتم دنبال یعنی با این میکردم. سختیایی که داشتی باز همچنان مصمم بودی که بله، چون چه در چیزیش برات خیلی شیرین بودش که باعث میشد که همچنان با انرژی ادامه بدی؟ اولا اینکه چون کار دست خودم بود آها. و از یه طرف دیگه هم درآمد بیشتری کسب میکردم. اینا خب آها. خیلی یعنی انرژی شیرینی اون انگیزه. پوله باعث میشد 100% که پوله، شما پول بیشتری میگیری که پیشرفت آها، بیشتری کنی. یعنی شیرینی اون پوله اینقدر برای جذابیت داشت که اون خستگیه و مشکلات رو باعث میشد از بین کاملا، ببره. بله. آها. بسیار خوب. پس اینطور. بعد چه تجربیات دیگه ای داشت توی اینجا کسب کردی توی؟ مثلا شما در نظر بگید من همین الان همین امروز اگه یه فروشنده رو جذب کنم، حقوق ثابت بهش نمیدم. یعنی آها. حقوق ثابت در کنارش درصدی میذارم که خب اون ذوق و مثلا ذوق و شوق و علاقه بیشتری رو که داره نشون بده و مسلما منم سود بیشتری میکنم. آها. قبلا ولی یا اگه مثلا اون تایم این تجربه رو به دست می آوردم، شاید میگفتم نه، یه حقوق ثابت، یه کاری که بعد اینی که انجام بشه. الان داری میگی ناشی از چیزیه که اون موقع به دستت اومده یا الان داری این رو میگی؟ سلسله مراتب کمک کرده که آها. همچین فکری رو بکنم، ولی خب موقع هم تاثیرشو داشته. آها. یعنی که اون موقع شما تأثیری که توی کارت و فروشت داشتی رو فهمیدی که ممکنه اگر کسی دیگه ای باشه همچین اثری نداشته باشه. کاملا درسته. پس نیازمند اینه که براش مثلا حقوق ثابتی در نظر بگیرم، بقیهش بسته به زحمت خودش باشه. و این کاملا. چیزی که اون موقع توی کار به دست آوردی 100%. فهمیدی. بله. بسیار خب. دیگه چه تجربه ای داشتش برات این کار؟ چه چیزای مهمی که ممکنه به درد من بخوره بهم بگی توی این کاره؟ خب تجربه، ببینید مثلا من به دوستی که حالا اون تایمی که باش چون مسلما یه نفری هم نمیتونستیم کار کنیم، مجبور میشدم یکی رو جذب کنم توی کار و با اون بتونیم سرعت کار رو ببریم جلوتر. و اون تایم مثلا من دوستم که رفیقم بود آوردم توی کار آها. و که کمکت کنه؟ که کمکم کنه، ولی اونجا امروز فهمیدم که اونجا من اشتباه کردم که آها. به این راحتی ها اعتماد کردم به یه شخصی، به هر چقدرم دوست و رفیق باشه، ولی خب تا یه نفر الان روز تا نشناسم بهش اجازه نمیدم اصلا خیلی چیزا دستش باشه، دخل مغازه یا حساب کتاب، یا اینکه منظور حالا چند میخریم چند میفروشیم، اینا یه چیزی که شخصیه. آها. اون موقع اینجوری نبود و اون موقع ضربه اون خوردم کسی که آوردی گفتی دوستت بود؟ به عنوان رفیق، به عنوان دوست. آها. بعد این دوست مثلا هم دانشگاهی بود، هم بچه محل بود، هم نه، مدرسه‌ای توی بود؟ کوچه بودیم، آها. همسن بچه بودیم. محلتون بود، بله. میشناختی. بعد عرض به خدمت چه مدت؟ یه سالی با هم کار کردیم. آها. ولی تو اون یه سال یعنی فهمیدم از که این اصلا 2 سالی که اشتباه شما این بوده. کارو کردی 1 سالشو با ایشون بودی؟ بله. بعد ایشون فقط تو فروشندگی کمکت میکرد یا نه سرمایه و نه، پول و اینا هم بیشتر بود؟ توی فروشندگی. توی فروشندگی فقط میگه مثلا شما وقت خسته میشدی از اون کمک بله، یا میگرفتی؟ میرفتم بازار، نبودم اون دیگه تایم رو مثلا میومد، چون بالاخره تایم بیشتری میرفتیم توی بازار. چه چیزایی مثلا تأثیر خوبی نداشت برای کسب و کارت که الان میگی مثلا اگه بودم اون کار رو نمیکردم؟ سعی میکردم که 80% کاری که دارم انجام بدم خودم انجام میدادم. آها. یعنی هر کاری که میشد خودم انجام میدادم
و اگه کسی هم که می آوردم تو دل کارم 100% 1000 بار امتحانش میکردم، یا اینکه بهای زیادی بهش نمیدادم که باعث بشه که اون شخص خودش رو از من بالاتر ببینه، یا چون همسنیم احساس کنه که از من عقب‌تره و خیلی از این چه ضرری صدمه‌ای به این کسب و کارت رسوندون دوست؟ متاسفانه خب شما وقتی که حساب کتاب نداره دخلت، هر چقدر هم یعنی اتفاق میفته دیگه، از روی دخلت برداشت میکنن. یعنی که مثلا شما یک کیفی رو میفروخت، به جایی که پولشو بذاره تو صندوق میذاره جیبش و نمیگفت به شما. این اتفاقا میافتاد تو کار. و چون حساب کتاب نه حسابداری نداشت، اگر هم حساب کتابی داشتیم میتونست مثلا بیشتر بفروشه و مبلغ کمتری بذاره. یعنی این بالاخره کدومش الان هر دو حالت اتفاق میفته. یعنی که مثلا شما 30 تا کیف داشتی ولی نمیدونستی که 30 تا داری، یا مثلا 100 تاش میکردیم، اون 30 تا میشد 100 تا و این وسط حالا چون آمار دقیق نداشتی. نه ببینید چون اعتماد بیشتری میکردم به عنوان دوست و رفیق. درست. چه حسابداری داشتی؟ اصلا موقع حسابداری داشتی آمار یادداشت میکردی که الان همیشه موجودیم چیه؟ بله. یا نه؟ من اتفاقا برادر بزرگترم همیشه یه دفتری داشت که همه چیزشو مینوشت. من متاسفانه این کارو نمیکردم. اگرم این کارو کردم سالهای بعدش این کارو کردم، اون تایم این کارو نمیکردم. پس یکی از دلایلی که باعث میشد متوجه نشی شما اینی که حساب و کتاب و موجودی و اینهایی نداشت. بله. بسیار. پس میگفتی هم جنس میفروخت پولشو برمیداشت و همین این که ممکن بود گرونتر بفروشه و اون تفاوتش رو باز تو صندوق نمی‌ذاشت، خودش جدا کنه برمی‌داشت. درست. دیگه چه چیزایی بودش که انجام میداد؟ خب مشتری مداری که من میکردم مسلما دلسوزی که برای فروش داشت. بله. ایشون خب مثلا نسبت حقوق ثابت گفتی میدادی؟ یه حقوق ثابتی میدادیم. آره دیگه در اون موقع درصد نمیدادم. درصد نه، بله. ثابت بود. پول کمی هم بهش نمیدادم ولی خب چون ثابت بود دیگه براش مهم نبود که فروش بره نره. اصلا به جز اونم وقتی که شما این دیگه بستگی شخصیت طرف داره. یکی هست این شکلی نیست. آره. هر چقدر من مثلا یه پسرعمه‌ای داشتم که حالا پیشم کار میکرد، هر چقدر جلوش پولم میریختی یا جنسم میریختی براش اهمیتی نداشت. پول اولویت نداشت براش. بیشتر اون دوستی و اون صمیمانه بودن بین ما بود که مثلا شیرین تر میکرد. حالا اینم خیلی کمیابه توی دوستا و فامیل آدم پیدا کنه یه آدم اینجوری، ولی در کل اون شخص اولی به این شکل بود و نفرات دیگه ای هم اومدن دیدم نه، مثل اینکه این موضوع خیلی وسیعه. یعنی شما وقتی که حساب کتابتو ندونی یا مثلا خیلی چکیده کارو پیش نبری، روزنه هایی به وجود میاد که شما نمیتونی راحت بتونی جلوشو بگیری، یا موردایی به وجود میومد که حالا من یه سوالی دارم. ببین در گذشته شاید دست فروشی خیلی چیز نبود، یا نه که بگیم نبود، بوده، ولی الان امروز روز خب به دلیلی که اجاره مغازه خیلی رفته بالا، افرادی که میخوان کسب و کاری رو راه بندازن خیلی نیازمند سرمایه هستن برای اینکه بتونن یه مغازه‌ای رو اجاره کنن و اصلا عملاً عدداییه که واقعا مقدور نیست، مگه اینکه مثلا فرد یه پدر پولداری داشته باشه بتونه مغازه رو باشه. و من خیلی از جوان‌ها رو، خیلی از کسب و کارها رو میبینم که واقعا از کنار خیابون دارن شروع میکنن. طرف مثلا زیورآلات درست میکنه، طرف لباس درست میکنه، طرف یه محصول داره، یه چیزای چوبی درست میکنن و واقعا میبینم که قشنگ اومده کنار خیابون رو بساط کرده و دارن با بساط استارت کارشون رو میزنن و خیلی فراوون میبینم این موضوع باب شده. رو همین حساب چون شما سابقه این رو داشتی، به نظرت الان چه چیزی میتونی صحبتی بکنی به این افرادی که مثلا استارت کارشون دارن با کار بساط میکنن و به نظرت مثلا خوبه بده، یا مثلا نکنن به جاش اینجوری بکنن، پیشنهاد بهتری داری یا نه میگی نه همین خوبه انجام بدن؟ ببینید کسی که از نظر من پدرش یا مثلا خانواده‌اش تامینش میکنن، بره یه جا کار بکنه پیش یه استاد،
یا استاد، حالا مهندسی، کسی که کارفرمای خوبی باشه. اگه بره یه همچین کسی کار کنه، یه تجربه به دست بیاره، بعد بیاد بر خودش یه کسب و کار را بندازه، به نظر من خیلی منطقیه. یعنی که مثلا همون فروش کیفی که شما داشتی، بری در یک کیف فروشی کار بکنی، تجربیاتشو به دست بیاری، بله، بعد بیای کار بکنی. این زمانیه که خانواده شما تامین بکنن شما رو تا یه حد. خب پس این نکته اول این که بری حتما توی اون چیزی که میخوای کار بکنی، بری یه جایی که اون صنف یا اون موضوع رو دارن، اونجا کار بکنی و یه سری تجربیات رو اونجا به دست بیاری. آره، علاقه‌ای که بالاخره داری نسبت به اون شغلی که داری. ولی اونی هم که بساط میکنه، خب نسبت به شرایط زندگیش میره این کارو میکنه. حالا شما فکر کن فردی مثلا رفته مثلا کار کرده، کار تولیدش رو یاد گرفته مثلا، یا مثلا تو اون فروشگاهش بوده فروشندگیش رو هم یاد گرفته، حالا میخواد برای خودش کار کنه، خودش تولید بکنه، خودش بفروشه. تولیدش رو خب یه مواد اولیه تهیه میکنه و تولیدش رو میکنه، ولی برای فروشش عملا دوباره باز به خاطر اون عددهای بالا مجبوره با بساط و دستفروشی آغاز بکنه. وقتی که شما یه 10 سالی رفتی یه جایی کار میکنی، تو اون 10 سال بالاخره سرمایه جذب کردی مسلما، و تجربه اون کارفرمایی که شش کار کردی، اینا مکمل هم میشه و اون عدد، حالا یه جایی هم که بخوای یه مغازه بگیری، قرار نیست شما بری توی بهترین پاساژ مغازه بگیری، چون یه پاساژ حالا کوچیک‌تر، مغازه کوچیک‌تر، بری این کار رو تو. خب پس من اینطور که از صحبتات دارم میگیرم اینه که توصیه نمی‌کنی استارت کار رو با بساط کردن بزنن. اینطور که من صحبتات دارم میگیرم، میگی برید جای کار بکنید، هم تجربیاتش کسب بکنید، هم سرمایه‌ای به دست بیارید، پس انداز بکنید و با اون پول مستقیم برید یه مغازه‌ای رو اجاره کنید، حالا جای گرونش و جای ارزون‌تر. یعنی شما میگی کلا توصیه نمی‌کنی به اون بساط که میگم از دید خود من زمانی خوبه که شما پول بیشتری بخوای به دست بیاری، سختی‌های خودش داره، مشکلات خودش داره، همون سرما و گرماش و درگیری‌های توی خیابون بالاخره پیش میاد، هزار جور اتفاق عجیب غریب. و اینکه اون نسبت به اون سختیه، و شما وقتی که بساط میکنی کارفرمایی نداری، یعنی این نقطه ضعف رو شما بعدا متوجه میشی. وقتی که پیش کارفرما کار میکنی، تجربه دست میاری، درسته پول کمتری میگیری، ولی تجربه اون کارفرما رو به دست میاری و یه اعتباری تو اون محیطی که لوکیشنی که داری کار میکنی. ولی بساط پول بیشتری بهت میده ولی تجربه رو بهت نمیده. این بساط میگم یه تایم خاصی میتونه خوب باشه و اون تجربه‌ای که بهت نمیده چه تجربه‌ایه؟ تجربه‌ای که فردا روزی در مغازه نیاز داری براش. 100%. چون کسانی که بساط میکنن دیدگاهشون اینه که امروز دارم بساط میکنم، پولی به دست میارم، این پوله میشه سرمایه برای اینکه فردا روزی بخوام اون مغازه رو بزنم. ولی فردا روزی اینطور که شما میگی اون مغازه رو بزنم نیاز به تجربیاتی داره که چون بساط بودم و مغازه کار نکردم اون تجربیات رو نداره. درست متوجه شدم؟ بله. خیلی خب، پس اینطور. خب این نکاتی بودش که کسی اگر بخواد مثلا به این سیستم استارت بزنه قطعاً براش مفید. مثلا این تجربیات هم بخوام یه مختصر و مفید بخوام توی پرانتز بگم، اینه که شما فروشنده‌ای که میاد پیشت، برخوردت نمیدونی چه رفتاری با سلام جواب سلام ندادنه، اون روز مثلا اون فروشنده ناراحت بشه و ممکنه مثلا به خاطر یه مرخصی، به خاطر یه پولی که میتونی مثلا به موقع بدی یا پول بیشتری بهش بدی بابت حالا حسن نیتی که مثلا اون حسن نیتی که توی کار داشته، ولی خب وقتی که شما این تجربه رو نداری، ببخشید اولش گفتم این تجربه رو اگر تو مغازه کار بکنی به دست تو مغازه به دست بیاری، بله، اینا رو میتونی با اون فروشنده یا حتی خیلی مشکلات دیگه‌ای که توی کار اون کارفرمای شما به دست میاری، یا بر فرض مثال یه بازار خرابی میخوره به اون فروشنده کارفرما، بعد رفتار اون آدم، عکس العمل اون آدم، ریاکشن اون آدم به شما کمک میکنه که در آینده همچین رفتاری رو از خود نشون بدی که اونجا شکست نخوری یا عقب نشینی، اون ترس و اون دل و جرأت رو ازتون نگیره توی کار. بالاخره خیلی مهمه. ولی اگر بساط کرده باشی، خودت استارت زده باشی،
احتمال داره که این مسائل رو رد کنی ولی یه مشکلات دیگه ای به دست بیاری. در کل حساب کنیم جفتش خوبه ولی میتونه مکملم باشه. خب پس در هر صورت پیشنهاد میکنی که در درجه اول برن جای کار بکنن اگر پول و بساط استارت کار رو با بساط بزنن، اگر تامین بشوند و حالا در کنارش مثلا کسی که کار میکنه درسش هم بتونه بخونه، هزینه‌های مدرسه و دانشگاهش و اینا رو حالا خانواده بتونه تامین کنه، خب مسلما یه جا هم کار کنه خیلی خوبه. اگر نه این شرایط نیست بساط کنه، پول بیشتری به دست بیاره که بتونه مغازه‌ای بزنه، حالا اون تجربه فروشندگی هر چیز دیگه. خب پس من نتیجه میگیرم 50-50 شد دیگه در هر صورت، اگر مقدور این اگر مقدور نیست اون درس، ولی هیچ کدوم رد نکردی. نه که بگی به کل بساط نکنید حتما من رفتم خیلی اذیت شدم برید حتما فلان کارو بکنید، رد نمی‌کنی به هیچ عنوان. چون بیزینس اتفاقا بعضی موقع مثلا تو سختیاست که تو مشکلاته که مثلا شما پخته تر و کامل تر میشی و یه سری مانع هایی که توی مسیر زندگی قرار میگیره رو کنار بزنی. و اینکه یه خوبی هم که داره توی حالا این کاری که انجام میدیم، شما پول بیشتری به دست بیاری، فکرت و ایده هایی که میدی خیلی بیشتره تا اینکه بخوای برای کسی کار کنی، خب اون فرصت سوزی میشه. ولی میگم استانداردش اینه که شما اول تجربه رو به دست بیاری بعد بری یه کاری انجام بدی. بسیار خوب. خب بخوام بریم سراغ کار بعدی. شما گفتی 17 تا 19 سالگی کار بساط رو داشتی و نکته دیگه نمیمونه براش از این قسمت؟ نکته که به دردمون بخوره؟ نکته دیگهش نه هیچ نکته‌ای، فقط اون استمراری که توی کار داشتیم خیلی احساس میکنم باعث شد که پیشرفت کنیم. اگه تو همون تایم کاری خب من کارمو یه جورایی از تایم کارم میخواستم بزنم، بالاخره توی اون سنی بود که مثلا همه میرفتن دنبال علاقهشون، میرفتن دنبال خب هم سن و هم رفیق بازیایی که بالاخره پیش میاد دیگه. ولی من اون تایم فقط فکرم دقیقاً دوستای من مثلا مهمونی میرفتن، چون شما صبح مدرسه بودی بعد از ظهر هم میومدی صاف میرفتی سر کار تا آخر شب. دقیقاً. در صورتی که 17 سالت بود، 18 سالت بود، 19 سالت بود، مثلا دوستای دیگه میتونستی بری بله تفریح بکنی. ولی خب من گفتم این تو اون تایم تو اون مقطع زمانی گفتم خب اول پول، اون پشت کار و جدیتی که گذاشتی پشتش و اون درآمده بتونه یعنی یه جور پشتیبانی من باشه، چون کسی به اون صورت اون موقع نبود. خب بعد از این کار بعدی چی بود؟ کار بعدی ما یه دونه غرفه یه جا بغل مغازه رو اجاره کردیم. ولی اینجا چه سالی بود؟ دیگه فکر می‌کنم 79-80 بود. یعنی بعد از این کار بود دقیقاً یا فاصله افتاد؟ یه 3 ماه فاصله افتاد. ولی یعنی کلاً تو 3 ماه بساط رو کلاً تعطیل کردی. چی شد که تعطیل کردی اون روز آخرش که باز هم شهرداری؟ یعنی دیگه دفعه آخری که شهرداری اذیت کرد دیگه خسته شدی، گفتی آقا نخواستم. دقیقاً اون تایمی بود که اصلا شما اجازه نداشتی مثلا چپ راست شهرداری میومد، بعد یه نفری 7-8 نفری میومد دیگه، اصلا نمیتونستی با اون مقابله کنی. یعنی دیگه خسته شدی دیگه از دقیقاً گیرای شهرداری. خیلی افتضاح بود اون تایم، خیلی زیاد دیگه نخواستم دیگه. دقیقاً. خیلی خب پس بعد طرحهایی هم میذاشتن که آقا هیچ کسی حق نداره بساط کنه، مثلا الان شهرداری یه بار 2 بار شاید بیاد ولی اون موقع 20 بار میومد تو روز. پس دیگه خسته شدی و این عامل باعث شد که دیگه بیخیالش بشی. بعد از اینکه این کارو قطع کردی گفتی یه 3 ماهی فاصله افتاد، بعد رفتی سراغ کار بعدی. کار بعدی چی بود؟ کار بعدی چه زمینه‌ای؟ کار بعدی ما دیگه چند تا، چون یه جا اجاره کردیم، اول رفتیم چند تا کالا رو تجربه کردیم. یعنی اومدیم که این چند تا کالا رو بیاریم و تست ازش بگیریم. یکیش عینک بود،
همزمان کیف زنونه، کیف سیدی هم داشتیم کنارش. یه چیزی هم بود فکر کنم، حالا یادم رفته. آها. بعد گفتی یه جایی کجا اجاره کردید؟ همون تو خود همون تو همون ترجیش؟ بازار ترجیش، حالا یه گوشه ای از یه مغازه این دفعه؟ مغازه نبود، میشه گفت یه در فرو رفتگی بود، یعنی یه مغازه دو نبش بود، یه درش فرو رفتگی داشت داخل. آها. پله میخورد، ما اون پله رو، اون دره رو اجاره کرده بودیم ازش. آها، پس اینطور. بعد ولی فضایی بودش که دیگه شهرداری کار نداشت. شهرداری خیلی کمتر گیر میداد و اینکه یک بارم حتی یادمه که آهن جوش دادن اونجا که کار نکنید. شهرداری اومد یعنی بله آهن جوش بله. داد. آها. چون میگفتم اصلا این مغازه صنفش پوشاکه، اصلا منطقی نیست که همچین کاری بکنید. پس شهرداری اونجا هم یک دو بار گیر داد و بله. آهن جوش داد که شما کار ولی نکنید. کار کردیم دیگه. حالا به هر حال دیگه رفتن صحبت کردن یه جورایی، چون محیط یه جایی بود که منظور ملک بود برای اون شخص دیگه حکم اون بساط و اینا رو دیگه نداشت دیگه. نه پس اونجوری نبود که بیان جمع کنن ببرن. میگم در حد یکی دو بار اتفاق افتاد که این اتفاق حتی اومدن جنسا هم بردن اونجا، ولی خب بعدش درست شد. پس اینطور. بعد عرض به خدمت شما، گفتی اینجا چه صنفی بودش، چه محصولی رو گشته بودی؟ اینجا دیگه عینک رو شروع کردم. عینک رو شروع کردی؟ بله. یعنی گفتی تا 19 سالگی اون کار رو انجام میدادم، 3 ماه بعدش، یعنی در حال بگی مثلا 20 سالگی، یعنی انگار از 20 سالگی شروع کردی به کار عینک. بعد این رو باز تنها خودت بودی یا کسی هم؟ عینک رو چون کنارش 2 تا کالای دیگه هم آورده بودیم، وقتی که خب این دیگه علاقه است دیگه. اون لحظه‌ای که به مشتری مثلا عینک رو فروختم، دیدم چه انرژی خوبی از مشتری میگیرم، در صورتی که کیف سیدی یا کیف زنونه این حالتی نبود. یعنی اون کسی که اومد عینک بخره نمیدونم حالا نسبت به اون مشتریم خوشبختم، ولی اکثرا همین جوریان. مشتری که میان عینک میخرن انرژی بیشتری دارن، انرژی مثبتی دارن. تا حالا خب اینو گفتی با کاری که کی استارتشو زدی؟ خود تنها بودی؟ نه، اینجا بود که برادرم از اون اعتباری که داشت استفاده کرد و اونجا رو واسم گرفت، چون به من نمیدادن. همون برادرت که تو اون مغازه بودش؟ بله. بعد از اعتبار ایشون استفاده کردی و گفت آقا مثلا این داداش منه، اینجا مثلا کار بکنه و اینا. بعد اونجا رو، اون مغازه‌ای که اونجا بودش، اون فضا رو به شما اجاره داد؟ اونجا رو یعنی اون فضا مال اون مغازه بودش؟ مال مغازه. اجاره داد به برادر شما، برادر شما در اختیار شما گذاشتش که شما کار بکنید. بسیار خوب. بعد خود تنها بودی یا باز کسی رو؟ نه دیگه. مثلا در حد، نه منظوری که مثلا پول ودیعه میخواست، پول اجاره میخواست، بهانه هزینه‌اش اینا؟ نه، همه کارش. یعنی این خودت زدی این کار رو؟ بله. ودیعه اینا ندادیم دیگه، چون یه جای کوچیکی بود که اصلا حالا اونجوری هم ارزش نداشت. ولی یعنی سرمایه‌ای کسی شریک نشد با تو؟ خود برادرم با هم شریک شد دیگه. خود برادر با شما شریک شد. خب ولی کن در انتهاش اول آخرش مثلا دست خودم و کارهایی که میکردیم. خودم میرفتم خرید میکردم، خودم میفروختم. بعد یه سال 2 سال یعنی در گرفتن مغازه برادر شما کمکت کرد، ولی باز کاری که اونجا انجام میدادی کلا خودت بودی؟ درست. بعد کار کیف و اینا رو که خب 2 سال انجام داده بودی، هم فروشنده‌شو میدونستی، هم جنسا رو میشناختی، هم سلیقه و اینا رو میدونستی. البته کیف سیدی بود گفتی. دیگه کیف زنونه دیگه نبودش. نه. آره. ولی بعد اینجا رو که خواستی استارت کنی، چی شد که یهو عینک به ذهنت رسید؟ چی شد یهو؟ من همزمان که این 3 تا صنف، چون دیگه اونجایی که اجاره کرده بودیم 3 تاش هم کنار هم حالا میفروختم، چون اوایلش که من یعنی نه روز اول رفتی همون کیف سیدی ها رو آوردی؟ کیف سیدی آوردم، کیف زنونه آوردم، یعنی دوباره کیف زنونه هم باز دوباره؟ آره. چون کیف زنونه یه بار کنسل کرده بودم، ولی برای این مغازه بود جاش، چون بزرگتر بود و گنجایش اینو داشت که مثلا چه متراژش چقدر بود فضاش؟ 3 متر 4 متر 3-4 متر بود. خب 3-4 متر هم کم نبوده این فضا. تقریبا اون 3 متر فکر می‌کنم. مثلا زیادتی فضای مثلا بالکن مانند، میگن بالکن متراژش چقدره حدودا. خب بعد کیف رو پس اضافه کردی که انگار فضا رو پر کرده باشی. خب
بعد چی شد حالا گزینه بعدی عینک رو انتخاب کردی؟ ما همزمان که اینا رو داشتیم برای فروش گذاشته بودیم، عینک رو راحت تر فروختیم و سودش خب هم نه بیشتر اون بود. روز اول چجوری رفتی؟ مثلا یه نفر به تو گفت آقا بیا برو عینک بگی، یا رفته بودی بازار نه یا توی از جلوی بازار عینک دیده فروشا؟ بودم، آها نه دیده توی بود. بازار تجریش دیده بودم عینک میفروختم آها. و از اونجایی یعنی که خب یه فیدبکی از کسی یا همکارات ذهنیت گرفته قبلی بودی؟ داشته بودم. آره. دقیقا. اونجا همکارایی که داشتن عینک میفروختن یه چیزی ازشون دریافت کرده بود. یعنی دقیقا. اونا به شما گفته بودن که مثلا عینکم خوبه یا دارم خوب میفروشم؟ نه من خودم دیده بودم. آها. و چون پس اونا تاثیر نداشت. سود بیشتری داشته باشه، نه اصلا اینجوری نبود. آها. بیشتر به خاطر اینکه اصلا چهره رو تغییر میداد. آها. خب. و چون یه کار متفاوتی بود با بقیه صنفا، یعنی و همینجوری خیلی دلی به ذهنت رسید که چون از این احساس بابت بهتری خیلی داری. محدود بود این کار، دوست داشتم یه کاری انجام بدم که هر کسی هر جایی نداشته باشه، که بخوام رقابتی داشته باشم به اون صورت. خب پس عملا اینطوری که میگه خیلی کسی شما رو به این سمت هدایت نکرد، کسی به شما تعریفی نکرد که آقا کار عینک خوبه. خودت هم که قبلا کار عینک نکرده بودی اینطور که تا اینجا برام تعریف کردی، پس عملا دوباره انگار استارت عینک به عنوان یه فیلد جدید و نو بودش. بعد دوباره رفتی بازار رو عینک تهیه کردی آوردی برای دقیقاً دیگه کیفامو حذفشون کردم یواش یواش، تعدادشون کمتر اون رو اضافه کردی کنارش، عینک رو بیشتر کردم. پس عینک جایگزین اونا شد، اونا جاشون انگار داد به. ولی اوایلش عینک آفتابی میفروختیم، عینک طبی نبود. از بازار میگرفتیم میآوردیم اونجا میفروختیم. بله. بسیار خب. پس این بعد سودش و ایناش نسبت به اون چقدر فرق میکرد؟ خب سودش بیشتر بود. سود حاشیه‌اش بیشتر از چیز بود، از کیف بود. ولی خب یه مشکلی که داشت این بود که زمان بیشتری میبرد یه عینک رو میفروختیم. یعنی مشخصه، یعنی کیف و اون کیف سیدی یا کیف زنونه رو خیلی مثلا تو روز مثلا یه 10 نفر 20 نفری بازدید داشتم مثلا. حالا خریدن نخریدنشون کاری ندارم، ولی تعداد بیشتری میمدن برای حالا بازدید اون جنس ها. ولی عینک اینجوری نبود، عینک احتمال داشت روزی 2 تا یا 3 تا. یعنی حاشیه سودش بیشتر بود ولی تعداد فروشش کمتر. و عین مبلمان میمونه دیگه. قشنگ یه کاریه که شما خواب داره کارت، معلوم نمیکنه مثلا یه جنسی که خریدی کی بفروشی، ولی خب بالاخره میفروشی. این خوبیش اینه که مثلا همیشه، چون هیچ وقت به دید خود من هیچ وقت عینک قدیمی نمیشه. چرا؟ ولی نسبت به چهره و فیس طرفه که اون عینک فروش میره. حالا یکی احتمال داره 5 سال دیگه بیاد اون فیسش برای این عینک که امروز خریدی خوب باشه و خیلی خوشش بیاد. خب نکته جالبی بودین، یعنی نمیدونستم. چه مدت اینجا این مغازه و این فضا رو داشتی؟ بیشتر فکر می‌کنم 10 سال اونجا بودم. 10 سال. یعنی من حساب کردم از 20 سالگی شما این فضا رو گرفتی، 20 سال تو همون جا و همون قسمت تا 30 سالگی یعنی تقریبا. خب آره اونجا این مغازه رو داشتی. یه ذره کمتر فکر می‌کنم، 10 سال بود، فکر می‌کنم 6 7 سال بود دقیق، حالا یادم نیست، ولی یه همچین تایمی دست من بود اونجا. 6 7 سال 7 سال در نظر بگیر. راستی به موازات این یه چیزی رو من فراموش از قلم افتاد. شما 17 سالگی که اون بساط رو می‌کردی گفتی که بعد از مدرسه میرفتی؟ بله. بساط می‌کردی. بله. بعد از اینکه مدرسه ها تموم شد چیکار کردی؟ دیگه من دانشگاه رفتی؟ نه من دبیرستان دیگه ادامه ندادم دیگه پس کلا وقتت آزاد بود برای خودت بود دیگه. پس از اون تاریخ به بعد کلا آزاد بودی برای اینکه کلا سر کار خودت باشی. خیلی خوب. هم زمان فوتبال میرفتم بازی میکردم و سر کار، چون بین این سه تا 2 تاش انتخاب میکردم از دید خودم، چون وقتم خیلی داشت میگرفت. خیلی خوب. پس اینطور بعد گفتی حدودا 6 7 سال این فضا رو داشتی و کل این 6 7 سال فقط دیگه عینک شده بود. فقط عینک. بعد عینک فقط آفتابی کار می‌کردی. اون موقع فقط آفتابی. یعنی طبی نمیتونستی بیاری؟ طبی چون طبی خیلی سخته. شما طبی عینک طبی خواهی بفروشی باید سازنده عینک باشی. فقط فرم فروختن مسلما کسی که میاد فرم شما میخره بعد نسخه بتونی بخونی،
و حالا بتونی ارتباط برقرار کنی با کسی که عدسی رو بهت میده، تراش میده یا و خیلی ریزکاری جزئی خوش داره. ولی اینکه آفتابی این شکلی نیست. شما اینکه آفتابی همون لحظه خوشش بیاد دیگه همه کار انجام شده. بعد اونجا کار عینک رو انجام میدادی، جوازی چیزی مثلا اداره بیاد بگه آقا شما جواز کسب داری نداری، مالیات دارایی، اتفاقا اینا چه جوری بود؟ روبرون مثلا یه عینک فروشی دیگه باز شد. بعد چون جواز گرفتن رفتن کار ما رو والا اعتراض کردن که ما مجبور شدیم صنفمون عوض کنیم. خب چقدر وقت کار کردی که اونا اومدن؟ فکر میکنم 4 سال. یعنی از 20 سالگی تا 24 سالگی شما اونجا عینک آفتابی میفروختی، تو 24 سالگی یه مغازه دیگه زد اون شما رو فروخت که آقا ایشون نباید اینجا باشه. بعد کی اومد سراغ شما؟ خب از اتحادیه میان. بله. یعنی از اتحادیه میان میگن آقا شما اینجا نباید عینک بفروشی. بله درست. جواز نداری. بعد یعنی تو تا قبل از اون موضوع نه اتحادیه‌ای کاری داشت نه عینک فروشه نبود اونجا. اون عینک فروشه نبود. خب جوازم نبود، پس مسلما مشکلی نداشتیم. از کسی شکایتی، یعنی از شکایتی کسی نکنه راحت شما میتونی اونجا مشکلی نبود. مغازه هم نبود که بگی آقا مغازه داره جواز داره رو جوازش اینا باید اطلاعاتی رد بکنم. بعد عینک‌های ارزون تازه چجوریتون میگم مثلا اونجوری نبود که بخوایم برای مغازه‌داری لطمه‌ای بزنیم یا مثلا مشابه جنس اونا رو بیاریم. این مشکلات چون نبود دردسر کمتر بود، ولی بعدن که این اتفاق افتاد ما مجبور شدیم جمع کنیم. پس اینطور. بعد خب توی چه چیزهایی به دست آوردی؟ به دست آوردم الان مثلا یه نخ سیگار بکشم. خب پس یه استاپ میکنیم، یه تنفس میدیم بریم و بیاییم.